در جهان معاصر سودای آدمان یکی از جنایت‌های خیلی وزنین و مدهش اعتراف گردیده است. خطرناکی چنین نمود جنایتکاری در آن ظاهر می‌گردد که سوداگران آدمان به کردارهای جنایتکارانه خود شخصان تماما بیگناه را به دام فریب گرفتار نموده حقوق و آزادی‌های قانوناً حفظ شونده آنها را پایمال می‌نمایند. با مقصد پیشگیری این عمل نامطلوب در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان عاید مهاجرت به خطر تحت عنوان ما ضد همه گونه ظهورات نامطلوب و سودای آدمان ملاقات برگزار گردید. در واخری روانشناس مشاور ریاست کار با زنان و عائله نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت، نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند، دکتر علم‌های فیلولوژی نظام الدین مرادی، استاد دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов، محکم‌بای کریمov اشتراک و برآمد کردند. مسائل خردفروشی انسان، مسائل مواجهه مهدت یکی از مسائل مبرمی نه فقط تاجیکستان در تمام جهان است. اگر شبکه‌های اجتماعی و درآمدگی باشتن هفته گذشته هم خبر شد که در عراق 4 نفر زنانی به قتل محکوم کردن و 4 نفر دیگرشون تا آخر اون محبس کردن. اینجا هم الیمنت های خرید فروش آدم دیده می شود و تاجیکستان سال 2005 اولین قانون خود را همین مسئله را پیشگیری کردنی خرید فروش آدم را قبول کرد و همون سال خودش نظامنامه کمیسیه اول کمیسیه تأسیس داده شد، کمیسیه بین اداروی عاید پیشگیری خرید فروش انسان و نظامنامه آن کار کرده شد. ذکر گردید که سودای آدمان یکی از ظهورات خفناک اجتماعی ترانسمیلی بوده در مقیاس جهانی، همچون جنایت وزنین و پایمال کننده حقوق و آزادی های انسان که در عین حال در خود عنصرهای تهدید به امنیت ملی یک قطار دولت ها و خللدار نمودن ثبات اجتماعی و اقتصادی آنها را نهان دارد حسابیده می شود. ذکر گردید در ادامه ملاقات. یادآور میشیم که بهر پیشگیری این ظهورات از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقاومت با سودای آدمان و رسانیدن کمک به قربانیان سودای آدمان قبول گردیده است. در انتها ابراز گردید که سودای آدمان یکی از مسئله های تشویش‌آور در جهان پنداشته شده است و از هر یکی اشتراکچیان دعوت به عمل آورده شد که مسئولیت بلند را احساس نموده به این پدیده نامطلوب دست جمعانه مبارزه برند.